مبارزه صورت گرفته. در گذشته هر کس که میامد در رأس اداره استخباراتی و خاصتا مبارزه با مواد مخدر قرار میگرفت، یا از پارلمان یا از سنا یا از ار یا از سپیدار معرفی میشد، در ولایت میرفت باز اوج مبارزه شروع میکرد. اما امروز خود چنین نیست. اگر میبودید مطمئن میبوده باشین که اون نابرابری ها دامن زده میشد، مردم پیام ها را میرساندن. آیا همین رهبران سیاسی افغانستان از این پل سوخته تیر نمیشدن؟ 2.3 تریلیون دلار مصرف شد، از خانه هایشان میلیاردها دلار افغانی برآمد. $1000 را برای پل سوخته مصرف نکردن. او بچهای افغان که اوج از بین رفته بودن، استخوان‌هایشان حکومت فعلی از زیر آوار کشید. او را نمیدادن. یا همین معینت مبارزه با مواد مخدر، اگر هزارها کارمند اونجا بود، اگر 2 معاش میگرفتن، اگر 18000 از بست خود میگرفتن، $1000 هم از مؤسسات خارجی میگرفت. چرا همون فعلا به ما نمیدن که حکومت فعلی بتونه از او استفاده بکنه؟ ایجا هدف این است که مشوش بسازند از آن عامه مردم افغانستان را با در این نابرابری ها مشکلات اضافه تر بسازند. امروز اگر حکومت فعلی افغانستان از تعهد و تخصص میخواد کار بگیره، صدها کارمند کشفی استخباراتی و کسایی که در بخش مبارزه با مواد مخدر دفاعی وظیفه کردن در پیانتون وزارت امور داخله، وزارت دفاع اوجه هست نامهایشان، او را همراه خود داشته باشند. اگر در گذشته 15000 معاش میگرفت، حالا برشون 10000 بدین. اگر 10000 میگه، حالا 5000 بگیرین، حالا 5000 برشون بدین. بگذارین که همراهتان همنوایتان کار بکنن، در این وطن تامین امنیت شوه، تامین صلح شوه. خارجی ها هیچ گاهی بر ما صلح نمیخواین، آرامش روحی روانی رو نمیخواین. افغانستان آرام و آزاد به نفع از آن نیست. افغانستان ناآرام، افغانستانی که او محتمل شده باشه با نابرابری های سیاسی اقتصادی، بر از خوب هست. چرا که در افغانستان جنگ منابع مطرحه.